سلام، لایو تشخیص روغن تردمیل با کیفیت رو در خدمتتون هستم. بنویسم اینجا اول. خب آقا 1 دقیقه من صبر میکنم تا دوستان تشریف بیارن. هر کس اومد قدمش رو تخم چش بنده، این آموزشی که دارم بهش میدم و یاد میگیره و سرش کلاه نمیره هر جا خواست بره روغن تردمیل تهیه کنه. هر کس هم نیومد سرش کلاه میره، چون این لایو سیو نمیشه، احتمال زیاد سیوش نمیکنم. فقط 1 دقیقه. خب آقا بریم که لایو تشخیص روغن تردمیل با کیفیت شروع کنیم. من کامنت ها رو میبندم که کسی سوالی نپرسه و حالا آخرش اگر سوال بود کامنت ها رو باز میکنم بپرسید. خب به نام خدا. آقا روغن تردمیلا رو که توی بازار هست دیگه خودتون میدید، روغن سیلیکون با ویسکوزیته 1000 بهش میگن روغنی که برای تردمیل استفاده میشه و گریدهای مختلفی داره. گرید غذایی داره، گرید صنعتی داره، گرید ورزشی داره و خیلی چیزهای دیگه. ولی اون گریدی که برای تردمیل استفاده میشه گرید ورزشیشه. اینو دقت کنید، هر گریدی رو نمیشه به دستگاه تردمیل زد، هر گریدی رو نمیشه به دستگاه تجهیزات ورزشی زد، چون اگر بزنی ممکنه اون موقع متوجه نشی چه گریدیه، ولی میزنی به دستگاه بعدن میفهمی که آقا این روغن رو نباید به این میزدم، باید گرید ورزشیش رو به این میزدم. اوکی، حالا بریم راجع به نحوه تشخیص روغن تردمیل باهاتون صحبت کنم. یه ذره بخورم. ببین عزیز دل، روغن تردمیل رو کلا تشخیص کیفیتش برای شمایی که اصلا نمیدونی چیه مشکله. چرا؟ چون اصلا با این روغن آشنایی نداری. خب ولی ما فرض میگیریم که آقا شما میدونی، اصلا میدونی روغن تردمیل با کیفیت رو چجوری تشخیص بدی و اینکه آقا غلظتش چیه، نمیدونم بو داره نداره، مزه داره نداره، سمی هست نیست. خب اینا رو فرضاً میدونی، میری داخل یه فروشگاه میخوای ببینی آقا این روغن تردمیلی که ازش میگیری کیفیتش چجوریه، خوبه بده. اونجا هیچ وقت فروشنده نمیاد به شما بگه آقا خب بیا این روغن تردمیل من درشو باز کن و تست کن و بوش کن یا مثلا لمسش کن ببین غلظتش چیه مثلا. خب هیچ وقت یک فروشنده به شما اجازه این کار رو نمیده، چه اون فروشنده من باشم چه هر کسی دیگه که داره این روغن تردمیل رو تو بازار میفروشه. شما چطور میتونی وقتی که اون روغن تردمیل رو درشو باز نکنی و بوش نکنی و استفادهش نکنی چطور میتونی تشخیص بدی؟ هیچ جوره نمیتونی تشخیص بدی. فقط 3 تا راهکار الان بهت میگم که با کمک این 3 تا تا حدی میتونی متوجه بشی که این روغن کیفیت داره یا نه. اونم نه 100%، تا یه حدی خوبی میتونی متوجه بشی که آقا این روغن اوکیه، اگه بگیرم برای دستگاه هم آسیب نمیبینه. خب الان اون 3 تا رو بهت میگم. نکته اول اینه که روغنی که شما میگیری باید کاملا زلال باشه، یعنی شفاف، اصلا رنگش به هیچ رنگ دیگه ای نره، یعنی مثلا مایل به زرد نباشه، مایل به آبی نباشه. این روغن رو کنید، روغن مدل AMI بهترین روغن تردمیلی که تو ایرانه. خودمون بعد از 1 سال و نیم 2 سال تونستیم این روغن رو تهیه کنیم وارد ایران بکنیم. حالا عین اشک چشم اگر نزدیک ببرید اینجا شاید کیفیتش مشخص نباشه، ولی کاملا زلال. دست منو میبینید از پشتش کاملا داره نشون میده دستو.
این پس شد ویژگی اول، باید کاملا زلال باشه و بتونی آقا از این سمتش حداقل یه چیزی رو که میذاری، یه جسمی رو که میذاری مثلا کلید، بتونی از اون ورش کاملا واضح مشاهدهش بکنی. این ویژگی اول روغن تردمیل با کیفیت که به صورت چشمی میتونی تشخیص بدی. ویژگی دومش ویسکوزیتشه. ویسکوزیته 1000. روغن سیلیکون نزدیک 16 تا گرید داره، 16 تا ویسکوزیته های مختلف داره. خب شما باید تشخیص بدی که این ویسکوزیتش چنده. چجوری تشخیص بدی؟ وقتی نمیدونی چجوری تشخیص بدی؟ یه راهکار بهت میگم الان بتونی تشخیص بدی. روغن سیلیکون ویسکوزیته 1000 یه کمی غلیظه. روغن موتور چجوریه؟ شما داخل موتور ماشین میریزید، تعویض روغنی عوض میکنه برات، دیدی غلیظه؟ این هم شبیه همونه، یه مقدار از روغن موتور غلیظ‌تره. یعنی اگر روغن با ویسکوزیته پایین‌تر برای شما بیاره، روغن ویسکوزیته 350 بیاره، متوجه میشی روغن 350 رقیق تره. اینایی که عددشون کمتر از 1000 رقیق تره و به آب میزنه، یعنی مثل آب جاری میشه. ولی اونایی که ویسکوزیتش هر چی میره بالاتر، یعنی از 350 که ویسکوزیته میره بالاتر، ویسکوزیته 350 1000 1500 2000 5000 10000، خب هر چی عدد میره بالاتر اون روغن شما ویسکوزتر میشه، یعنی سختتر جاری میشه روی یه سطحی. الان این روغن رو نگاه کنید، دقت کنید وقتی این ور اون ورش میکنم، شما از کجا میتونید تشخیص بده که اون روغن ویسکوزه؟ از این حرکت نکن. وقتی روغن رو اینجوری گرفتی یهو اینجوری میکنیم، میبینید چقدر طول میکشه تا این حباب بالا پایین بشه، از این ور بره اون ور. اگر یه چیزی تو این حدا بود، روغنی که شما خواستی بری تهیه کنی، یعنی روغنت ویسکوزیتش 1000 یا نزدیک 1000. ولی اگر این نبود و مثل آب بود و اینجوری، ناکن چقدر سری میره، انقدر سری جا به جا میشد، شما نباید این رو بگیری، به خاطر اینکه این روغن نیست، داخلش یه چیزی قاطی کردن که انقدر راحت داره بالا پایین میشه. خب حالا این پارافینه، من با این کاری ندارم، این پارافینه که داره اینجوری میشه. ولی وقتی شما روغنی میگیری که راحت اینجوری جاری میشه توی بطری، نکن، این بهش نمیگن روغن، این بهش میگن روغنی که توش افزودنی زدن، روغنی که توش حلالای دیگه زدن مثل پارافین و اون روغن رقیق شده و مف نمیارزه، به خاطر اینکه اون دیگه خاصیت روغن سیلیکون یا روغن تردمیل رو نداره، خاصیت عکس داره روی دستگاه شما. یعنی به جای اینکه زیر تسمه تردمیل شما رو خنک کنه، گرم میکنه، داغ میکنه، تسمه شما آستر کتانش از لاستیکش جدا میشه و داستانهای بعدی داغ میکنه، بوی سوختگی میده، فشار میاره و موتور به برد فشار میاره و به همشون آسیب میزنه. اوکی، این شد 3 تا راه. پس شد 2 تا راه شد، ببخشید، یکی شد زلال بودنش، یکی ویسکوز بودنش. یه راه دیگه هم هستش بهتون میگم، خیلی از روغن تردمیلایی که شما از جاهای دیگه تهیه میکنید و تو همون مغازه تکونش بدید. این روغن تردمیل رو از ما گرفتی، تکونش بده. وقتی روغن تردمیل رو تکونش دادی، ببین دو فاز میشه یا نه. دو فاز یعنی چی؟ یعنی مثلا بالاش یه رنگ میشه، پایینش یه رنگ میشه و یه خطی بینشون میفته، یه حاله مثلا زرد رنگی بینشون میفته. اگر همچین اتفاقی افتاد، بدون که اون روغن داخلش حلال قاطی شده، یعنی افزودنی بهش اضافه کردن و اون روغن هم دوباره خالص نیست، نباید اون روغن رو تهیه کنی. ولی این روغن شما تا صبح تکون بده. همینجوری اصلا هر وقت بیکار شدی بگین روغن تکون بده، بعدش بیا نهاش کن ببین اصلا اونجوری میشه یا نه. این حبابا رو نمیگم این حبابا شما تو هر روغن رو تکون بدی این حبابا ایجاد میشه. روغن موتور رو تکون بدی ایجاد میشه، روغن سیلیکون رو تکون بدی ایجاد میشه، روغن خوراکی رو هم تکون بدی ایجاد میشه. خب این حبابا رو نمیگم، منظور این که رنگش تغییر کنه، یعنی این بالا یه رنگ بشه یا این پایین یه رنگ بشه، یه خط بینشون بیفته. دو فاز اگر شد و یه خط بینشون افتاد، این روغن داخلش قاطی داره. باز همه روغن ها اینو نشون نمیده، بعضی از روغن ها.
3 تا راهکار بهت گفتم. زلال باشه، کاملا زلال، این که تکونش بدید 2 فاز بشه. اگه 2 فاز بشه یعنی اون روغن به درد نمیخوره، قاطی داره. و سومش این که ویسکوزیتش 1000 باشه، یعنی وقتی این ور اون ورش کردی روغن سریع جابجا نشه، آروم زمان ببره تا روغن جابجا بشه، مثل آب جاری نشه سریع، مثل پارافین نباشه که تا اینجوریش میکنی سریع جاری بشه بره. اوکی، این شد از اینا. ولی باز گفتم اینا راهکارهای کلیه، شما نمیتونی همینجوری وقتی در اون روغن آکه بسته بندی شده تشخیصش بدی. تنها راهش اینه که این چیزی که بهت گفتم رو انجام بدی. ولی باز با این وجود نمیتونی 100% مطمئن بشی، چون ممکنه اون شخص، اون فروشنده، برای اینکه خودش سود بیشتری کسب بکنه بیاد داخل اون روغن یه حلالی اضافه بکنه که حتی 2 فازی نشه، که حتی شما متوجه نشی. خب و اون روغن رو به شما بفروشه. شما هم نمیتونی رو متوجه بشی با وجود اون نکته‌ای که بهت گفتم. کی متوجه میشی؟ موقعی که شما این روغن رو به دستگاهت میزنی، یه مدت کار میکنه، 6 ماه 1 سال دستگاهت کار میکنه، بعد میبینی آقا بوی سوختگی میده تسمه من، با اینکه تردمیلت نوعه، شاید تسمه‌ش هم تازه عوض کردی، ولی میبینی بوی سوختگی میده. خب یا اون آستره جدا شده یا هر اتفاق دیگه ای. اون موقع میای تازه به فکر میافتی که آقا نکنه از این روغن تردمیل است. اون موقع تازه این لایو منو پیدا میکنی، تازه میای این لایو رو میبینی که اون روغن مشکل داشته، اون روغن داخلش افزودنی داشته. چون روغنی که داخلش افزودنی داشته باشه، هر چیزی، اصلا آب تو بگو، خب وقتی بهش بزنی زیر تسمه تردمیل خنک نمیکنه، داغ میکنه. تحمل حرارت روغن اگه اینجا باشه، تحمل حرارت روغن وقتی آب میزنی به روغن تردمیل یا افزودنی بهش اضافه میشه، تحمل حرارتش میاد اینجا، یعنی از عرش میاد به فرش. خب این حواست باشه. اون موقع است تازه که متوجه میشی آقا من باید روغن تردمیل با کیفیت رو از فلانجا میخریدم. حرفام تموم شد، تا جایی که تونستم راهنمایی کردم و آخر حرفام میخوام اینو بگم. 99% هزینه‌ای که بابت تعمیرات تردمیل پرداخت میکنی مربوط به روغن تردمیل بیکیفیته، یا اینکه روغن به دستگاهت نمیزنی. همین دوتاه. این دوتا رو رعایت کن، من قول 100% بهت میدم دستگاهت اصلا نیاز به تعمیر نداره. ببین تردمیل کلا نیاز به تعمیر نداره، نیاز به سرویس داره اگر ازش محافظت بکنی. اگر ازش محافظت نکنی، بله 6 ماه بار باید هم تعمیرش کنی هم سرویسش کنی. حرف منو گوش بده، روغن خوب بزن به دستگاهت دیگه. حداقل پول تعمیرات نمیدی. الان پول تعمیر یه موتور تردمیل بخوای بدی برای تعمیر کنن، سیمپیچیشو عوض کنن، دیگه سیمپیچیش هم مثل ارزون نیست. کوچکترین موتورش از 5-6 میلیون سیمپیچی میشه، برو تا بالاتر. یا تعمیرات بردش الان زیر 1.5 نیست، اصلا هیچ بردی زیر 1.5 نیست تعمیراتش. حرف منو گوش کن، روغن خوب به دستگاهت بزن، مطمئن باش که دستگاهت دیگه سالم داره کار میکنه. و اون وقته که شما دیگه اصلا نیاز نیست پول تعمیرات بدی، اون وقته که شما دیگه فقط نهایتا چند سال یه بار تسمه‌شو عوض میکنی، چون تسمه عمر داره دیگه. این لاستیک ماشین که هر چند سال یه بار عوض میشه، تسمه هم باید هر 3 سال یه بار، نهایتا 4 سال یه بار عوض بشه. خب همین. نکته آخر، اگر روغن تردمیل نمیدونی از کجا بخری، اگر میدونی که برو از همونجا بخر، اگه فروشگاه معتبریه بسم الله برو از اونجا بخر. ولی اگر نمیدونی، ما کارمون فقط روغن تردمیله. یعنی از سال 99 که دکتر تردمیل رو من تأسیس کردم، از همون سال تا همین الان که دارم برات صحبت میکنم، تا همین امسال کار ما فقط روغن تردمیل بوده. کارهای دیگه هم کنارش انجام دادیم، ما سرویس و تعمیر تردمیل هم انجام دادیم، تعویض تسمه هم انجام دادیم، ولی کار اصلیمون روغن تردمیله. چون گشتیم 1.5 سال 2 سال با کسی که وارد کننده این روغن بوده صحبت کردیم، تونستیم بهترین روغن سیلیکون رو با کمکش از چین وارد کنیم توی ایران. و الان همون روغن رو
پخش انحصارش رو خودمون داریم انجام بدیم. هیچ جای ایران نمیتونی این روغن رو پیدا کنی خالصشو. شاید ناخالصشو بتونی پیدا کنی، شاید روغنی که توش قاطی داشته باشه رو بتونی پیدا کنی، ولی روغن خالصشو قول 100% بهت میدم نمیتونی روغن تردمیل خالص 100% توی ایران از جای دیگه غیر از فروشگاه ما تهیه بکنی. و اینکه روغن تردمیل ما با ضمانت 100% عودت وجهه. یعنی شما آقا مثلا روغن تردمیل رو تهیه کردی، شکلش خوشت نیامد، مثلا حال نکردی با این روغن، میگه آقا این روغن رو من بسته‌بندیشو مثلا دوست نداشتم، همونجا زنگ میزنی. منتها اینو بگم عودت وجه و عودت کالا تا 1 هفته است. 1 سال بعد زنگ نزنی بگی من میخوام این کالایی که تهیه کردم عودت کنم. نه، فقط تا 1 هفته بعد از این که به دستت رسید. ببین بعد حتی 1 هفته بعد از ارسال ما نمیگیم، میگیم آقا جنس به دست مشتری برسه، 1 هفته بگذره استفاده بکنه. بعد که استفاده کرد آقا اصلا درش هم باز کرده باشه مهم نیست، فدای سرت، اصلا استفاده کرده باشی به دستگاهت هم زده باشی، راضی نبودی به هر دلیلی پس میدی، تماس میگیری با شماره یا تو اینستاگرام دایرکت میدی، میگی آقا من روغن استفاده کردم دوست نداشتم از این روغن، خوشم نیامد. همونجا ریجکتش میکنی با یه زنگ تلفن. مخلصتون هم هستیم، چون میگم از جنسمون ما مطمئنیم، خودمون به سختی این روغن رو وارد کردیم. نمیدونی من چه عذابی کشیدم تو این 2 سال و نیم 3 سال که این روغن رو تونستم الان تهیه کنم. و میدونم که مشکل 100% تردمیلا که به تعمیر منجر میشه اینه، روغن خوب نمیزنن به دستگاهشون. خب یه بار روغن خوب تهیه کن، خیال خودتو راحت کن، تمام. حالا من کامنتو باز میکنم، سوال داشتی در خدمتتون هستیم بپرسید، نداشتینم که شما رو به خیر ما رو به سلامت. لایوم سیو نمیشه. سوالی نبود؟ باش، چشم. و اینکه از کجا میتونید سفارش بدین، شماره دکتر تردمیل 0991 061 0165. تکرار میکنم این تلفن گویی ها، 0991 061 0165. این شماره تماسمون هست. پیج اینستاگراممون dr_تردمیل، حالا اسپل میکنم براتون، dr_TREADMILL یا دابل ال انگلیسیش. و وبسایتمون هم که دیگه همینجوری فارسی بنویسید دکتر تردمیل براتون میاره، اولین پیشنهاد توی گوگل مای. خواستی انگلیسی سرچ کنید توی گوگل www.dr_treadmill.com یا dr، الان میخوام اسپلش کنم بعد، dr_treadmill.com. این دات هم نقطه است، فکر نکنید چیز خارجی دارم میگم، نقطه است. آقا مرسی، خوش اومدین به لایو ما، صفحه آوردین. یه نکته مهمم بهتون بگم، این که روغن تردمیلی که کیفیت داشته باشه از ظاهرش مشخصه، چون اون شخص، اون مجموعه که زحمت کشیده برای اون روغن تردمیل صدشو گذاشته برای اون. من نزدیک 1 ماه و نیم 2 ماهه که الان روغنای 1 لیتری ما، بذارید براتون بیارم چیزشو، جعبشو براتون بیارم. آقا این روغن تردمیل 1 لیتری ما بود بطریاش، ولی این روغن ها مشکل داشت بطریاش، یعنی دقت کنید اینجاش مثلا فرو رفتگی داره. و حالا در کل با اینکه بهترین بطریه که تو ایرانه، بهترین بطری بسته‌بندیه که تو ایرانه، ولی این روغن موقع ارسال آسیب میدید، میترکید از درش، بعضا میترکید از بغلاش میترکید. ما حتی رفتیم صحبت کردیم دراشو تعویض کردن، یعنی در جدید برای این بطریات ساختن، خب که این روغن نترکه، ولی دیگه حریفشون نشدیم که بطری رو عوض بکنن. و اینجوری شد که گشتم بعد از 1 ماه و نیم 2 ماه
دوباره با یه وارد کننده دیگه صحبت کردیم، چون متاسفانه اینا تو ایران نیست و قراره یه بطری خیلی خفن براتون بیاریم که اصلا همین گوشه خونتون بذارید بگید بابا چه بطری قشنگی، چه بطری محکمی. یعنی شما بعد از اینکه حتی روغنش تموم شد، بطری جدیدمون میتونید برای مصرف‌های خونگی اصلا روغن موتور بریزید داخلش، یا اصلا بشوریدش روغن خوراکی داخلش بریزید برای روغن خوراکی استفاده کنید. در این حد بطریامون خفن میشه. خب حالا صبر کنید به زودی میبینیدشون. و اینکه رو بسته‌بندی‌های جدیدمون سرنگ داره اضافه میشه که کار شما موقع روغن کاری راحت تر باشه. آقا مخلصیم، شبتون بخیر باشه، امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه، دلتون شاد باشه، بگین بخندین. مخلصیم، شبتون خوش.